بسم الله الرحمن الرحیم. خوش به حالتون که بنده رو میبینید و دوست دارید. من شما رو نمیبینم اما دوستتون دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت، ملت غیور، ملت صبور، مردم همه چی تموم ایران زمین، سلام، خدا حفظتون کنه. با برنامه پدر امت که از پدر شهیدمون، از پدر امت، از امام راحلمون حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای میگیم خدمتون هست. و اما مهمانمون خیلی خوش آمدید. استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه هستن. برای همتون چهره دوست داشتنی، نازنین و آشنا. البته شاید بیشتر با وجه مداحی این استاد بزرگوار رو میشناسید. آقای دکتر حاج میثم مطیع. آقا سلام و احترام، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همه عزیزانی که این برنامه رو می‌بینن. در خدمتیم. آقا خیلی خوش آمدید. قدم برچشم. سلامت باشید. آقا اشکال نداره من اعتراف کنم ما سال‌هاست توفیق رفاقت با جناب عالی داریم. ما افتخارمونه و میخوام جسارتاً ازتون اذن بگیرم با همون واژه‌های دوستانه و صمیمانه‌ای که شما لطف دارید. آقای دکتر مطیع زر سخته دیگه، همون حال و هوای حاج میثم خودمون عزیز بزرگ. آقا میثم، اولین مواجهه شما، اولین ملاقات جدیتون با حضرت آقا؟ عرض کنم که من اول از خدا میخوام که این آنچه گفته میشه مورد رضایت خدای متعال باشه. واقعا از مردمم میخوام که دعا کنن خیر به زبون ما جاری بشه، اون چیزی که بالاخره مفیده گفته بشه در شناخت این شخصیت بزرگ و مورد رضایت امام زمان علیه السلام باشه. من اولین باری که خدمت آقا مشرف شدم یه سابقه ای داره که فکر کنم من سال 87 یا 86 یادم نمیاد دقیقاً چه سالی، شاید هم 88. قرار بود ما با خانواده خدمت آقا مشرف بشیم. یعنی پدر من از اعضای قدیمی جهاد سازندگی بود، از اونایی که از روز اول تو جهاد سازندگی بود. خدا رحمت کنه اموات شما رو و اموات همه بینندگان. از اونایی که وقتی ادغام شد جهاد کشاورزی با جهاد سازندگی خیلی اذیت شدن، خیلی بهشون فشار اومد و اینها. عقیدتی بود براشون. ایشون 83 در مأموریت از دنیا رفت. یعنی تصادف کردن در بازگشت از یک مأموریت کاری، دائما تو روستاها و تو مناطق و اینا. در گذشتشون شهادت گونه بوده دیگه. انشالله که بشه خدا هر جو خدا حساب کنه. ما سال 86 یا 87 دقیق یادم نیست، گفتن که قراره با خانواده مشرف شید خدمت حضرت آقا بعد از روزه فکر کنم فاطمیه بود که ملاقات کنید با حضرت آقا، مثل دیدارهایی که مثلا خیلی ها میرن اون پایین نهار یا شام خدمت آقا هستن، حالا تو مسیر وای میستن دستبوسی هم میکردن و اینا. خب ما قبلش خیلی مقید بودیم که تو مراسم‌های محرم فاطمیه شرکت میکردیم، همیشه به عنوان یک عضوی از اعضا تای حسینیه مثلا اینجا گیرمون میومد. یا عرض کنم خدمتتون که برای نمازهای ماه مبارک رمضان مثلا ظهرا میرفتیم برای نماز. ما رفتیم و ما رو صفای جلو نشوندن و یه کارتی هم به ما دادن که بعد از مراسم شما با این صف اول یا نه؟ نه صف اول نبود همون خلاص این ور نرده که قراره بعد از مراسم شما برید مثلا با خانواده پیش آقا. من اولین بار دارم این خاطره رو تعریف میکنم، شاید اصلا یادم هم نبود قبلا اگه کسی ازم میپرسید. خلاصه فکر کنم حاج مرتضی طاهری داشتن میخوندن. کربلا فصل رشد و رویش بود که خدا عشق را به دلها کاشت.
بعد از آن دانه های کرب و بلا میوه های چنان شهیدان داد. آخرای مراسم بود. من یه لحظه برگشتم عقب. یکی از همدانشگاهیام، بچهای دانشگاه امام صادق، من ورودی 81، ایشون ورودی 80، که هنوزم با هم ما خیلی خیلی رفیقیم. هنوز تو تمام این سال‌ها رفیق بودیم. این خیلی روحیات معنوی خاصی داشت و داره. خیلی اهل نماز اول وقت و اهل رعایت‌های جدی. من برگشتم و خیلی عاشق آقا. خیلی من برگشتم دم این 5-6 تا صف پشت سر من نشسته اونور نرده. یک لحظه به ذهنم اومد که این از من بیشتر عاشق آقاست، این بره آقا رو ببینه. و بهش اشاره کردم، از برگشتم عقب و این کارت رو نشون دادم، با زبون اشاره بهش فهموندم که بعد از مراسم برو پایین. کارتم اینجوری کردم، دست به دست کارت رو دادم، رفت عقب. عجب. و من اون شب نرفتم خدمت آقا، یعنی خانواده‌مون رفتن. و قشنگ یادمه که نشستیم سر سفره، یادتون باشه قبلا از این سینی‌های روحی می آوردن و 4 نفر 5 نفر هم غذا می شدن، که روایت هم البته داریم، خیر الطعام ما تکاثرت علیه الایادی، بهترین غذا اونی که توش دست زیاد باشه. عجب. سینی میذاشتن، یادتون میاد قبلا بله. مراسم‌های بیت اینطور بود. خلاصه این رفیق ما رفت خدمت آقا و شاید توفیق‌هایی که پیدا شد برای دیدار آقا تو این 15 سالی که من الحمدلله به لطف اهل بیت، ما که هیچ وقت قابل نبودیم و نیستیم، به لطف خدا و عنایت اهل بیت، شاید یکی از دلایلش این ایثاری بود که من اونجا کردم. حالا اون موقع ما جوان‌تر بودیم و مثلا بالاخره چه انتخاب سختی بود اون لحظه. آره ولی شیرین بود دیگه، چون دیدم دوستم خیلی دلش میخواد آقا رو ببینه، رفیقم. حالا دعای مادر و اینام حتما، به دعای مادر خیلی اعتقاد دارم تو این قصه، خدا حفظشون کنه، زنده باشی. تا رسید به سال 89، 40 سال 89، من یه بعد از ظهری نزدیک غروب در دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله جامع مجتبی تهرانی نشستم. این مؤسسه رو خودمون مثلا چند تا جوون هم سن و سال هم رفتیم پیش آقا جامع مجتبی. ایشون با همه اون احتیاطات و همه اون دقت‌ها و سختگیری‌ها در یک اقدام باور نکردنی که ما اصلا فکرشو نمی‌کردیم، ایشون به ما اعتماد کرده و ما یه مؤسسه‌ای شروع کردیم به نام مؤسسه مصابیح الهدی. یه سری از شاگردان ارشد حاج آقا مثلا به عنوان عضو هیئت مدیره و هیئت امنا که اصلا کاری به کار ما ندارن، ما چند تا جوون شروع کردیم مؤسسه رو. من در مؤسسه حاج آقا مجتبی نشستم، یه تماسی دریافت میکنم از یک شماره ناشناس. جواب دادم و حاج آقای حقانی، برادر شهید حقانی، معمم بزرگوار اخلاقی، ایشون اولین بار با من تماس گرفت. فرمودن که فلانی هستید؟ عرض کردم بله. گفتن شما انتخاب شدید برای دیدار دانشجویی روز 40 در محضر حضرت آقا. گفتم من؟ حالا در مخیله من تا اون روز نمی گنجه این مسئله. هیچ برنامه ریزی براش نکردم، هیچ وقت به این موضوع فکر نکردم، خودم رو در این حد و اندازه نمی دیدم و نمی بینم. هیچ وقت با کسی رایزنی کنم، صحبت کنم. من گفتم که اجازه بدید من به شما خبر بدم، چون من نیاز بود مشورت بگیرم ببینم قصه چیه اینا. چون گفتم به من خبر بده. من رفتم مشورتامو کردم و به حاج آقا مجتبی دسترسی پیدا نکردم اون ایام، نتونستم خصوصی برم پیششون که این مسئله رو مطرح کنم. فکرامو کردم و به ایشون تماس گرفتم، گفتم که من معذرت میخوام، من نمیتونم خدمتتون باشم. جواب منفی داد. برای خوندن مدایی توی بیت رهبری روز 40 اولین بار. ایشون گفت چرا؟ گفتم که حقیقتش من اصلا برنامه آینده زندگیم این نیست. این برنامه تصویری میشه، پخش میشه، من دارم درسامو میخونم، یه مسیر دیگه ای دارم میرم و یه گوشه ای هستم دارم خدمت اگر روزه خصوصی باشه حتما با سر میام. ایشون گفتش که شنیدم درس میخونی. گفتم بله. خودشون الان هست آقای حقانی، خدا حفظشون کنه. خدا حفظش کنه. فرمودن که فرق امر مولوی و ارشادی رو بلدی؟ گفتم بلدم. گفت خداحافظ خبرشو بده. امر مولوی یعنی مولا میگه این کارو بکن، ارشادی یعنی توصیه میکنه، نصیحت میکنه، پیشنهاد میکنه. بله. تلفن رو قطع کرد. من رفتم خدمت حضرت آیت الله جاودان. گفتم چنین قصه ایه.
و اینا اینجوری به من گفتن. ایشون فهمیدن اگر درصدی احتمال میدی نظر آقاست که شما بری، برو و خودتو تضحیه کن. عین این تعبیر، برو و خودتو قربانی کن.